چجوری با همین آشنا شدی؟ جواب کن. چند تا خواستگار داشتی؟ هیچی. نه جدی بالاخره هر خانومی 2 تا 3 تا یه دونه. نه به خدا، نه خواستگار نداشتم هیچ وقت. هیچ کی اصلا تلفنی به خونم مثلا زنگ نه بزنم زنگ بزنم به مامانم بگم مثلا میخوایم بیایم و اینا. نه بابا اینجوری هم نه. نه اصلا. تو بگو یه دونه پیشنهاد رابطه دوستی چی؟ اونم نداشت. نه دیگه ببین انقدرم دیگه نخواستنی نیستم. نه بابا ولی خب وقتی گیری میکنی دیگه من یه بار گیریم دیدم. یه بار صبح دیدی آره که نه ولی واقعا که شما خانم مثلا خیلی فدات شم. خواستگار و اینا نه نداشتم. من با امین از سال 80 تلویزیون گفتیم نامزدهای ابدی، ولی خود دوستهای ابدی بودیم دیگه از سال 80 تا 92. یعنی 92 ازدواج رفتین تلویزیون گفتی نامزدی؟ تلویزیون که اصلا نگفتیم که نامزدم نگفتیم. هیچی نگفت. ما هیچی نگفتیم نه. تا سال 92 92 ازدواج کردیم، یعنی 12 سال بعد از دوستی طولانی.